نحوه فعالسازی کیف پول دیفای در حساب کاربری MMP World. ابتدا وارد حساب کاربری خودتون بشید. سپس از نوار برنامه روی گزینه دیفای کلیک میکنید. حالا روی اولین گزینه یعنی دیفای اینوستمنت کلیک میکنید. توی صفحه‌ای که باز میشه مقدار اینوستمنت رو باید وارد کنید. حداقل مقدار اینوست $500 و با مضرب 500 هستش. یعنی عددهای بالاتر باید اعدادی مثل 1000، 1500، 2000 و غیره باشه. ما اینجا حداقل مقدار یعنی $500 رو وارد میکنیم و سکیوریتی کد رو میزنیم. حالا یه صفحه براتون باز میشه که توش یه QR کد، یه آدرس ولت، یه عدد به TRX و همینطور 2 تا فیلد به نام هش تراکنش و سکیوریتی کد وجود داره. توی این بخش شما 30 دقیقه فرصت دارید تا به این آدرس ولت دقیقاً مقداری که به TRX نوشته شده رو انتقال بدید و آدرس هش تراکنش رو ارسال کنید. پس از طریق کیف پولتون این مقدار رو منتقل و هش تراکنش رو در فیلد مربوطه وارد کنید. فقط توجه داشته باشید که مقدار انتقالی باید دقیقاً مقداری که نشون داده میشه باشه و همچنین حتما توی بازه 30 دقیقه انجام بدید تا مشکلی در روند انتقال و فعالسازی پیش نیاد. بعد از اینکه واریزی رو انجام دادید، کیف پول دیفای برای شما فعال میشه. برای دیدن تراکنش‌های مربوط به دیفای دوباره از نوار برنامه به قسمت دیفای برید و گزینه دوم رو بزنید. اینجا میتونید جزئیات تراکنش‌ها رو ببینید و با آدرس ولت هایی که ساخته شده واچ ولت بسازید و روند کاملش رو روی کیف پول خودتون مشاهده کنید. بعد از 365 روز از زمان فعالسازی از طرف شرکت پرایوت کی داده میشه که میتونید برداشت کنید و یا باز به سپرده ادامه بدید. موفق و پیروز باشید.